سلام بیننده عزیز و روز شما بخیر باشد. برنامه نویدی بامدادی است که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را همراهی می کنم. امروز 14 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. شرح مفصل دادستانی درباره پرونده عزت امان. با 3 نفر دیگر در تاجیکستان قربانی کووید 19 شدند. و آرهن ایناندی گفت که قرقیزها او را دزدیدند. مسئولین دادستانی کل تاجیکستان ضمن یک نشست خبری به سؤالهای خبرنگاران پاسخ گفتند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان دوام 40 دقیقه درباره بازداشت قاچاقبران طلا در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، کشتار رفیده 8 ساله در ناحیه رودکی و قضیه عزت امان صحبت کرد. از زمان بازداشت عزت امان در ماه مارس سال روان، این بار اول است یک مسئول رسمی درباره پرونده عامی حقوق مهاجران مفصل صحبت می‌کند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای عبدالله. قتل رفیده 8 ساله، بازداشت حامی مهاجران عزت امان، قاچاق طلا و قضیه هلاکت آوازخوان معروف بهرام غفوری از موضوعهای اساسی نشست خبری دادستانی کل تاجیکستان بودند. کشتار دخترچه 8 ساله در ناحیه رودکی که خبرش چند پیش مردم را تکان داد، سوالی بود که اکثر روزنامه‌نگاران پاسخ آن را شنیدن می‌خواستند، ولی پاسخ جزئیاتی نوی نآورد. پرونده جنایتی رو تصمیم گرفتیم که در روزهای نزدیک با خلاصه عیبداری به سود فرستیم. شخصی گناهکار، شخصی که این جنایت رو وحشیانه صادر کرده است، حتما در نزد قانون جواب می‌دهد. پرونده رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو عزت امان از سوال‌های بود که رهبران این نهاد ظاهراً به آن از پیش آماده شدند. ضرر 630,000 روپیه و 1,000 دلاری امریکایی در بر میگیرند. این زمان از این ضررهای رسانده شده فقط به یک نفر 5,000 روپیه رسید برقرار کرده است. پرونده جنایتی در نظر است که همین شده انجام است. در نشست خبری یوسف رحمان دادستانی کل تلاش میکرد خیلی کوتاه به سوالها پاسخ دهد. ما درباره این معلومات ندارم. مرحمت. روزنامه‌نگاران برای پاسخ گرفتن به یک سوال بعضاً چند بار مراجعت می‌کردند. با این همه حرف‌های از زبان دادستانی کل صدا داد که قبلا مقامات آن را تصدیق نمی‌کردند. از جمله اطلاع منابع رادیو آزادی که پیشتر گفته بودند قاچاق طلا نه یک بلکه چندین بار رخ داده است. حالت‌هایی بودند که صادر شدند، نه حالت‌ها قطعی ما موادهای پرونده جنایتی رو با قسم علایده جدا کرده. این حال مورد تفتیش قرار دارند. دریافت اطلاع از دادستانی کل در سالهای اخیر مشکل شده است و این نهاد در اکثر حالت بدون مکتوب معلومات نمی‌دهد. به این خاطر بود که روزنامه‌نگاران در دوام 40 دقیقه تا حد امکان تلاش کردند به سوالهای خود از دادستانی پاسخ گیرند. وزارت تندرستی خبر داد که روز گذشته با 3 نفر دیگر در تاجیکستان از کرونا ویروس فوتیدند. در خبرنامه وزارت که شام 13 ایول در خبرگزاری رسمی خبر پخش شد، از 3 قربانی نوی کووید 19 نام برده نشده است و دقیق نیست که آنها در کدام بیمارخانه بستری بودند. با 3 فوتیده دیگر شمار قربانیان از کووید 19 در تاجیکستان به 107 نفر رسید. هرچند بسیاری ها این آمار زیر شبهه گذاشته میگویند تعداد واقعی فوتیدگان از کرونا ویروس در تاجیکستان از آمار رسمی زیادتر است. طبق اطلاع رسمی تا روز 14 ایول تعداد عمومی گرفتار شدگان به کووید 19 در تاجیکستان به 13911 نفر رسیده، قریب 98% آنها شفا یافتند. آماری که برخی ها به درستی آن نیز شبهه دارند. در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی خبر داد که روز گذشته وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده با معاونانش از بیمارخانه‌های دوشنبه که در آنجا گرفتاران کرونا ویروس بستری‌اند دیدن کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی، وزیر به مسئولین بیمارخانه‌ها دستور داده است که خدمات رسانی طبی به بیماران مبتلا به کووید 19 را بهتر کنند. دستور وزیر در حال صادر می شود که شکایت ها از کار پزشکان برای طبابت گرفتاران کووید 19 در کشور کم نیست. از جمله هفته گذشته هنرمند شناخته تاجیک مریم عیسوی و در صحبت به هفته‌نامه تاجیکستان از کار پزشکان بیمارخانه سرایت شهر دوشنبه شکایت کرد.
مقامات تاجیکستان از ماه ینور تا ایون امسال ثبت شدن حالتهای نو گرفتاری به کووید 19 را رد می‌کردند، هرچند خبرها درباره مثبت برآمدن تشخیص چندین نفر بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی راه یافته بود. تنها روز 21 ایون ستاد مقابله با کرونا ویروس تصدیق کرد که در کشور حالتهای نو گرفتاری به کووید 19 را ثبت کردند. در یک اقدام دیگر وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داد که در مرکزهای سلامتی شهر دوشنبه تلفن‌های باوری را فعال کردند. مسئولین وزارت تندرستی گفتند که تلفن‌های باوری به خاطر سریع وقت رسیدگی نمودن به مراجعت شهروندان در رابطه با مسئله‌های کرونا ویروس میباشد. در خبر وزارت تندرستی آمده است در حالت پیدا شدن نشانه‌های بیماری کرونا ویروس و دیگر سوال‌ها در رابطه با بیماری کووید 19 ساکنان می‌توانند به این رقم‌های باوری زنگ زنند. ما حالا به یکی از این مرکزهای سلامتی زنگ می‌زنیم تا فهمیم که تا کجا تلفن‌های باوری در مرکزهای سلامتی شهر دوشنبه فعال هستند. ما حالا به مرکز سلامتی شهری رقم 1 شهر دوشنبه زنگ میزنیم. سلام علیکم. علیکم السلام. اینجا تلفن باوری است؟ تلفن باوری؟ بله، ما از رادیوی آزادی به شما تماس میگیریم. شما برنامه مهمان برنامه نوید بامدادی هستید و به ساکنان شهر دوشنبه چه گفتنی دارید؟ با ساکنان شهر دوشنبه گفتنی هم که احتیاط شوند، خودشون احتیاط کنند، سلامتیشون احتیاط کنند. در این روزها بله، در یک روز اخیر هوا گرم بود، رئیس هوای گرم سلامتی اهالی کم طرف داشته سخت داشته احتیاط کنند. بله. آیا در یک روز اخیر مراجعت ها زیادن از نفرانی که گرفتار کرونا ویروس شدن یا نه؟ اکو مراجعت کنندگان حاضر هستند، لیکن عمیق نیست که یا مثل بیماری کووید هستند یا که نه عمیق نیست، لیکن حساب هوای گرم مراجعت کنندگان بسیارند. سلامت باشید، موفقاً میخوام به کارتان. سلامت باشید. بیننده عزیز، ما با مسئولین مرکز سلامتی شهری رقم 1 که در ناحیه فردوسی جایگیر است تماس گرفتیم و شما هم شاهد بودید که تلفن باوریشان فعال است و از شما هم دعوت میکنیم که اگر خودتان و یا نزدیکانتان نشانه های کرونا ویروس را دارید در خانه به خود طبابت کنی مشغول نشوید و حتما به پزشکان خبر دهید. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 ایول را فرا میگیرد. 14 ایول سال 2020 دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان از قرار استرداد حزب‌الله شاولیزاده از австрия حمایت کرد و گفت این شهروند 29 ساله برای فعالیت‌های غیر قانونیش به جوابگری کشیده شد. شاولیزاده که درخواست پناهندگی کرده بود برای عضویت در حزب نهضت اسلامی گناهکار شد، ولی خود او و این سازمان این اتهام را به اساس مینامد. مقامات австрия بعداً گفتند که قرار تسلیم او خطا بود و شاولیزاده باید به وینه برگردد. 14 ایول سال 2002 حکومت تاجیکستان برنامه نوبتی خصوصی گردانی مالکیت دولتی را برای 2 سال بعدی تصدیق کرد. تا آن زمان در تاجیکستان تنها کارخانه‌های خرد و میانه خصوصی کرده شدند، ولی درباره جریان این روند و نتیجه‌های آن اساساً ارزیابی‌های منفی صدا داده است. 14 ایول سال 2008 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک نامه به عنوان مدیر صندوق بین‌المللی پول از دادن اطلاع بر دروغ به این سازمان ابراز تأسف کرده است. ماه فوریه سال 2008 صندوق بین‌المللی پول گفت حکومت تاجیکستان بر اساس اطلاع بر دروغ از این سازمان مالی 48 میلیون دلار قرض گرفته است و باید آن را برگرداند. این قضیه به گفته صندوق بین‌المللی پول اعتماد سرمایه‌گذاران و کشورهای دونور به حکومت تاجیکستان را کاهش داد. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 14 ایول چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، وقتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. شما را در برنامه اخبار آزادی منتظریم که ساعت 16 به وقت دوشنبه و 14 به وقت مسکو پخش می شود. تا آن دم خدا نگهدار.